دو سه و چهار داشته باشه و افسوس صد افسوس که این مسئله های نازکترین که در چشمی بعضی ها الیمنتر نمیتوه که همیه را در مردم کم میگین. مسئله های عادی ترین نمیفهمن مردم. قوم مسجد نمازی مسبوق نمیفهمن. مسبوق از لاحق فرق کرده نمیتونن اکثر کلی مردم. عالم کسی را میگن که مردم از حلال حرام آگاه میکنن. عالم کسی را میگن که این تری مسئله های نازک برای مردم شرح میته و میفهمونه که مردک بفهمه و همون عمل کنه. برای که عالم وظیفه‌ش همیه باید که همون در مروارید بکشه برو را در مروارید این مسائل شریعت های و پیشکش مردم کنه. شخصانی که در شهر مسکو هستند می توانند حجامه بگیرند. حجامه برای تمام دردان شفا است. الخصوص سحر و جادو، حسد، چشم، بیماری های قلبی، پرخوابی، بخوابی، بی‌اشتهایی، درد معده و دیگر دردهایی که جسم شما را اذیت می دهد. می توانید در رقم های روی اکران بوده زنگ زنید و حجامه بگیرید و خود را از درد و رنج با اذن خدا رهایی بخشید. حقیقتا دانا به هر دیار عزیز و مکرم است. لعنت بر آن دیار که نادان بود عزیز. و حتی در یک روایت همیشه لعنت بر آن دیار که دانا بود عزیز میگن که عزیز اولش به معنای اگر مکرم و با عزت باشه، در دیمش عزیز به معنای کمچین. ولی مردم خیلی یک دوران گفت نان شیرین بود، اما شب و روزا میگن شیرین بود به این معنی که کمچین بود. تری بعضی عباره ها هست یک چیز بسیار عزیز شی، یعنی که بسیار کمچین شی. در هر دو صورت هم یه معنی را افاده میکنه که همین ملکی که عالم نداره، ملکی که خوری نداره، وای به حال اون مردم که یک زندگی نه خوب نه خوش مقدبار را پشت سر میکنن و فرد روز قیامت در پیش پروردگار هم خجالت زدن میشن. پروردگار که اولین امر تاکیدش اقرأ بود، بخوان. پروردگار که درجه و منزلت علما را چی در دنیا و چی در آخرت تاکید کرده است. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟ آیا برابر هستند کسایی که میدونن و کسایی که نمیدونن؟ یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. پروردگار که بلند میکنه درجه و منزلت کسایی را که صاحب علم هستند. در پیش پروردگار چی میگفته باشن وقتی عالم ندارن؟ اون ملکی که عالم نداره مردمش جاهل میمونن. ملکی که با جهالت زندگی میکنن از عبادت خدا محروم میمونن. امام ابو داود از حضرت ابو دردا که مفتی امت اسلام است، مفتی اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم است، حدیث را روایت میکند که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود من سلک طریقا یطلب فیه علما سلک الله به طریقا من طرق الجنه. هر کسی به خاطر طلب علم، به خاطر اسخط کردن علم راه را انتخاب میکنه، خداوند میگه همون راه آخرش جنت میبره. گویا که راه را از راههای جنت برای خودش انتخاب کرده است. و این الملائکه لتضع اجنحتها ریزا لطالب العلم. حضرت میگه به شک شبه ملائکه های نازنین الله که از نور آفریده شدن، انمو قنات های زیبا و نازنین شونه در زیر پای طالب علم فرش میکنن، مثل پاینده فرش میکنن که طالب علم از بالاش رو بگذره. الله اکبر. درجه و منزلت علم ببینه. ولی بعضا ناپسندی میکنیم، پرواگی میکنیم. همین کمترین طالب علم هم پیش پروردگار قدر و منزلت داره که شوهای عالم ندارن. و این فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم و فی روایت کفضل القمر لیلة البدر علی سایر الکواکب. فضیلت عالم نسبت عابد مثل فضیلت من است گفت نسبت کمترین شد. در روایت اومده است که فضیلتش مثل فضیلت ماه شب 14 هست نسبت دیگر سیاره ها و ستاره هایی که به عذاب ململ میکنند. سبحان الله. اینا ببینید عابد کی را میگن؟
عابد شخصی که به عبادت خدا مشغوله، وقت حیات به عبادت میگذرونه، نماز تهجد داره، قیام شب داره، روزهای نافله داره. هر کس عابد نمیگن که. فضل عالم نسبت عابد مثل فضیلت من است، میگه حضرت صلی الله علیه و سلم نسبت کمترین شما. الله اکبر. حضرت شیخ عطار میگه به مسجد در بخفت آن عالم راه، ستادن در نماز یک جاهل آنگاه. یک عالم میگه بعد نماز فرضی مونده شده دست، اکنون عالم که هسته وقتی که داخل مسجد میشید نیت اعتکاف کرد و الا در مسجد خوابیدن مکروه های بیاد. نیت اعتکاف کرد معتکف خواب شم عبادت های در مسجد. در صورتی که یک عابد میگه در پهلوش ایستاده است نماز نفل خوانده است. کسی ابلیس را دیدی ایستاده، بدو گفتا چه کار است افتاده. یک شخص نگاه کرد همین شیطان ملعون اومده است در دهن در مسجد ایستاده است در اون نوجه در، با گفت که چی جای ایستاده، یا بدرو یا برا گم شو، چی در مسجد گرفته. لعین گفت تا همه خواهم هم اکنون که جاهل را برم از راه بیرون. من به طاقت چی دست میخوام این همی آدمی را که نماز خورده است همین را نماز دور کنم، در سرش یک فکر دیگر را به اندازم که برای پشتی کارات میگرد یا که نماز خونده. ولیکن زان ندارم طاقت تاب که میترسم از این دانایی در خواب. اما جرأت ندارم بدرم و خاطری که ایمی عالم خواب میترسم که اوزی میخیزه یا راهایش نشان میده که همه این فتنه های ما همه برعبس با در جای 100 ثواب میگیرم. سبحان الله. این را ببینید به حضرت نصیحت میکنه فیغان زین صوفی در حیل مانده ولی در حیل خود به علم مانده. 100 افغان میگه و افسوس ایمی شخصایی که میگن که علم حال ای علم قول بالا آیا جای اون که تعلیم بگیرن شریعت را بیاموزن حتی مسجد را ترک میکنن، مدرسه را ترک میکنن. چه خس بر روی دریا در توافی غواصی چه ندانی چند لافی. این گپو یک عالم کرک نیست، گپای شیخ عطار ولی که خودش یک عارف صاحب کرامات بود. دعوا میکنه میگه که من قدم میزنم در بالای او پون تر نمیشود، در او غرق نمیشم، همین خسم در او غرق نمیشود. او وقت تو غوطه زده نمیتونی تمام در رو مروارید اما در زیر او بای چی کتگی میکنی؟ ای سرت مون هم چک رفتند. او مرده که عالم غور میکنه و میزنه سرکی در این شریعت غرا و در رو مروارید خارج میکنه و برای مسلمان ها پیشکش میکنه، مسائل شرعی را مطرح میکنه و میبراره میتا. کاری هر بز نیست خیر من گفتم. یک کمبودی داریم خدا باستی همه عالمون هم ای جمله سعی میکنیم که نمتری قصه های مرغوب نقل کنیم. همین مقصد که اینم حدیث هایی را میگیریم که یک دو سه و چهار داشته باشه. افسوس صد افسوس که این مسئله های نازکترینه که در چشمی بعضی ها الیمنتر نمیتوه که همیا را در مردم کم میگیم. مسئله های عادی ترین نمیفهمن مردم. قوم مسجد نمازی مسبوق نمیفهمن، مسبوق از لاحق فرق کرده نمیتونن اکثری کلی مردم. عالم کسی را میگن که مردم از حلال حرام آگاه میکنه. عالم کسی را میگن که این همتری مسئله های نازک برای مردم شرح میته و میفهمونه که مردک بفهمه و همون عمل کنه. برای که عالم وظیفه‌ش همیه باید که همون در مروارید بکشه براره، در مروارید این مسائل شریعت های و پیشکش مردم کنه. شترمرغی که وقتی کار کردن چه مرغی و چه اشتر وقتی خوردن. مسئله این طایفه میگه، این مسئله این طایفه ای که عالما را طعنه میزنن، همین یک حلقه ذکر ما میگن 1000 درس تعلیم بالاتره. مثلا شو میگه مثلا شترمرغی را میمونه که اگر کارش بفرمی میگه مرغم در خوردن شتر. سخن که از علم گویی راست آن است، مرا از اهل دل درخواست آن است. سخن مقبول و قبول است که موافق علم ای ایوی شریعت ای در چارچوبه شریعت گفته می شود. تو را با علم دین کاری بباید، با قدر علم کرداری بباید. چه علمت هست با علمت عمل کن، پس از علم عمل اسرار حل کن.
بخون، نماز نافله بخون، روزه نافله بگی، اما به یقین بدون که طلب کردن علم درجه و منزلت همه همین بالا میست. نوم العالم خیر من عبادت الجاهل. خواب عالم از عبادت جاهل بالا میست. حضرت در ادامه حدیث گفت و این العالم لا یستغفر له من فی السماوات والارض والحیتان فی جوف الماء. عالم گفت باشندگان 7 آسمان و زمین طلب استغفارشون میکنن، در حقش دعای خیر میکنن. حتی ماهی ها در قعر آب میگه در حق همو عالم دعا میکنن، از خدا طلب تمنا میکنن که خداوند همین حفظ کنه. و این العلماء ورثة الانبیاء. آگاه باشه عالما وارثای پیغمبرا هستند. این گپ یگان عالم نیست که بگن که همدیگرشون پشتیبانی میکنن. این گپ رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. و این الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما ورثوا العلم. بیشک شبها پیغمبرا از خودشون دنیا نمیمونن. میراثی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم تمام پیغمبرای خدا باقی مونده است همین علم است. فمن اخذه اخذ بحظ وافر. خوشا به حال کسی که از همین علم یک مقدارش کسب کرده است که خدای تعالی براش یک حصه به نهایت بزرگی را از رحمت و از مغفرت خویش عنایت فرموده است. من خدا را شکر میکنم که قدیر خالد دلشاد با دوستی و رفاقت داریم.